سلام، امروز میخوام با هم دیگه پاستا درست کنیم. یه غذای راحت و فوری. چی نیاز داریم؟ یه دونه ماکارونی، حالا هر شکلی بود مهم نیست. یه دونه خامه کامل، یه سینه مرغ، حالا اندازش دیگه بسته به سلیقه خودتون داره، کره، یه دونه شیر، البته نصفش رو احتیاج داریم، با قارچ. قارچ توی مزهش خیلی تاثیر داره، آویشن، نمک، فلفل و همین. میریم که درستش کنیم. یه غذای فوریه، تقریبا زمان پختش نیم ساعته. هم خیلی خوشمزه است، هم بچه‌ها خیلی دوست دارن. اولین کاری که می‌کنیم قارچ رو میشوریم. البته اول بازش می‌کنیم بعد میشوریم. سینگمون رو پر آب میکنیم، منتظر میمونیم ترشه. بعد قارچامون رو میشیم. قشنگ خوب بشوریم، سیاهی های دور قارچ گرفته بشه. همین قارچ زیاد تو آب بمونه آب میگیره، از تو آب برش میده. قارچ ریزم انتخاب کنیم چون درشتا زیاد خوب نیستن. قارچ این اندازه خوبه، اندازه قارچ که خوشمزه شدن پاستا اهمیت داره ها. همجوری الکی نیست، من دارم بهتون نکات آشپزی یاد میدم. یکی بشوی تمام لنگ های سیاهی شب بین بره. بعد چیکار کنیم؟ الان بهتون میگم. بذار من این بریزم مشغلی. قارچ رو باید خوردش کنیم. تهاشو میگیریم همه رو، بعد خوردش میکنیم. بزنمشون اینجا. تهاشو همه رو بگیرید. حالا بعضی نمیگیرم ولی من بدم میاد. بگیرید. ظاهر خوبی نداره. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا اینجوری همه رو به این حالت خورد میکنیم، نازک نازک. تبلیغ این شیره هم شد. تبلیغ مفتکی ما نداریم اینجا. فردا همین را بیفتن شیر چیه؟ اسمشو نباید بخرم. قارچاتونی که اینجوری خورد کردید همش یه دست، بعد دیگه کاری نداریم دیگه. یه شیره، یه خامه است. اول میریزیم توی قابلمه، بعد که داره جوش میخوره پاستاتون این ماکارونی ها رو اضافه میکنید و بقیه. از راستی حتما پنیر پیتزا میخواد. پاستا که بدون پنیر پیتزا نمیشه که. اصلا طعم و چاشنیش اون آویشن و پودرسی رو پنیر پیتزا. خب قارچای ما آماده است. اینجوری میریم برای ادامه کار.
پیتزا از واجباتشه. پرپنیرم باید درست کنید که قشنگ میکشید کش بیاد. کش اومدن هم خیلی مهمه، از نکات مهم آشپزیه. آهان حالا چیکار میکنیم؟ این یه دونه سینه مرغ. چقدر سینه های مرغ کوچول شده؟ قبلا والا درشتر بودن، سایزش کوچیکه. حالا کاری نداریم، این سینه مرغ رو برمی‌داریم خورد میکنیم، حتی نه با این چاقو، با این چاقو تیزتر. به قطعات اینجوری چاقو رو برعکس کنید. شما چاقو رو برعکس نگیرید. اینجوری سینه رو نوالی خورد کنید. تخت چوبم استفاده کنید. حالا من حوصله ندارم برم بیارم. انقدی حالا کوچولوتر از این هم میتونید کنید، ولی خب انقدی کافیه. از رون مرغ استفاده نکنید، رون اصلا خوشمزه نمیشه. حتما سینه. حالا ما کلا سینه خوریم، ما اصلا تو خونمون رون نداریم، سبد غذاییمون نیست اصلا. سبد خریدمون، میگم سبد غذایی تو سبد خریدمون نیست. خب اینم از مرغم برده شد. دستتون هم میشونید روی مرغ بره. یه کوچولو خیلی کم آب میریزیم، ولی بیشتر شیره. ببین از یه لیوان آب میریزیم. باسته میشون چه بایی باز شد. بقیهش رو شیر میریزیم. یعنی ماکارونی ما به جای اینکه تو آب بجوشه توی شیر میجوشه. بعد بذاریم شیر جوش بیاد. الان کاری نداریم فعلا تا شیر جوش بیاد. باشو بذارم. خب شیر جوشی بعد من زیرشو کم کردم. حالا کاری که میکنیم قارچ و مرغ رو باید جدا با آویشن و پودر سیر و نمک و فلفل تفت بدیم. وقتی تفت دادیم بعد به این شیر اضافه میکنیم. روغن در حدی که فقط چرب بشه، زیاد روغن نزن. کف تابتون چرب بشه. نه اگه روغن بریزه تو آتیشی میشه گل میده. چقدر من نکات آشپزی یادتون میدم، واقعا که با من یه آشپز حرفه‌ای میشی. خب اولین کاری که میکنیم یه نعنا برمی‌داریم، قارچامون رو میریزیم، هفتش میدیم. قارچه رو تاریختی پودر سیرم اضافه کنید، چون ما خیلی با سیر ارتباط خوبی نداریم. من سیر سرخ کرده نریختم، ولی پودرش رو میریزم. زردچوبم میخواست یه کوچولو، زردچوبم میزنید.
بعد آبیشم میزنید بهش. فلفل اگه مثل من تند میخورید، غذای تند میخورید، حتما فلفل سیاه زیاد بزنید. اصلا پاستا کلا تندش خوشمزه است. آها نمک هم بزنید. پودر پاپریکا هم بزنید. فلفل قرمز نیست، پودر پاپریکا. اینشو کم میکنیم که نمه پس بخوره. الان این چون قارچ به خودش روغن رو میکشه الان میسونه. یک کوچولو خیلی کم دوباره چون میخوام مرغم بهش اضافه کنم، یک کوچولو بهش دوباره روغن اضافه کردم چون روغن همه کشید به خودش. خب تو همین مرحله این مرغای موانی رو آب داره، آبشو نریزید. آبشو بریزید آشپزخونه‌تون گرم کشید. اینجوری میتونید البته قبل از اینکه هولم نکنید قبل از اینکه بریزیم این تو به خودشون یه ذره ادویه میزنیم. خب خام نبرید تو. بعد دیگه چه میزنیم؟ آشپزی کم سخته، باید حواسم به حجاب من باشه. خب این مرغا رو اینجوری اضافه میکنید به این قارچا. اینجوری دراز اضافه میکنید. این با قارچ خودش کفت میخوره، به حالت نیم پز میشه. بعد تو اونم دوباره اینا رو اضافه میکنیم، درشو میبندیم، تو اونم یه دور دیگه میپزه. پس قارچ و فیله هامونو سینه رو وقتی خوردش میکنه میشه همون فیله دیگه، یا نه فیله فرق داره نمیدونم، بالاخره همین مرغا رو اینجوری تفتش میدی. ما اگه گفتی چیکار نکردیم به این مرغا یادمون رفت نمک بزنیم، بی نمک میشه. سینه بی نمک اصلا خوشمزه نیست. یه ذره این ورش که تفت داده شد برمیگردونیم. و حالا تکلیف این چیه؟ همجی داری زد سر خودش بذارید یه داره ماکارونی رو باز میکنید. ماکارونی جر خورد دیگه به جای باز شدن. ببخشید اگه گذاشتم من یه کار تمیز در بیارم. خب حالا بیا اینجا تا جایی که تو این شیر بره همش ریخت. حالا ببین الان شیره کم شد. اول من ماکارونیمو میریزم ببینم این شیره الان این بجوشه، این بزرگتر بشه، این سایزش تغییر میکنه ها، این انقدی نمیمونه، بزرگ میشه. بعد چیکار میکنیم؟ بهش شیر اضافه میکنیم چون این الان ماکارونیمون تو این بجوشه هیچی به هیچی، پس ما مجبوریم بهش دوباره شیر اضافه کنیم. تا قطره آخرش رو میزنیم بیاد حروم نشه. گرون آخه صرفه جویی کنیم دیگه. خب در اینو باید بزنیم. اگر باز دیدید شیر کمه دوباره باید شیر اضافه کنید.
انقدر شیر اضافه کنید که دیگه این حالت پخته شه و آبش هم جمع شه. چه آب که نداره، شیرش هم جمع شه. خب اینم که داره هفت میبینه اون وریش میکنی. شما هم میتونید پنیر پیتزا رو به این اضافه کنید بعد وارد اون کنید بریزید تو اون. این چه بر نمیگرده. هم میتونید که اینو بریزید بدون پنیر پیتزا تو اون پاستا، بعداً بهش پنیر پیتزا رو اضافه کنید. به نظر من اگر این اضافه کنید به اون، حالا فهمیدید چیه باید اضافه، اینو همینجوری میریزید این تو پنیر پیتزا رو ولش کنید، از ذهنتون کنید بیرون. پنیر پیتزا آخر سر همه اینا با هم قراقاتی شد، پنیر پیتزا هم اضافه کنید. بوی آویشن چه بوی خوبیه؟ آه راستی یه چیزی یادمون رفت. اگه گفتی چی؟ به این چی باید اضافه کنیم؟ اگه گفتی خامه. خامه رو با چی میبرم؟ با قیچی؟ میسی براتون میارم. قیچیه با من سته. خامه هم با من سته. در خامه رو اینجوری باز میکنیم به این فرصت و کاری که میکنیم همه این خامه رو اضافه میکنیم به این پاستا. بعد چقدر خوشمزه بود. چه عادتیه بعد من دارم؟ ته همه چی رو من باید بخورم. ته خیار رو من باید بخورم، ته کاهو رو من باید بخورم. اگه میام گفتن هر چیزی رو که تشو بخوری بچه پسر میشه. دیگه علکی نمیگفتم. من ته همه چی رو خوردم بچه هم پسر شد. خب اینو میذاریم همینجوری برای خودش. اینو دیگه زیرشو کم میکنیم. خامه همه جان پاچی، همه جان خامه ای شد. تا اون بجوشه اینم آماده میشه. بعد اینو به اون اضافه میکنیم. بعد پنیر پیتزا و تمام. پنیر پیتزا هم زیاد بریزید که خوب کش بیاد. ببین من عاشق این صحنه‌ام. یا اینا تو شیر داره میجوشه. صحنه فوق‌العاده‌ای. بوی خیلی خوبی هم داره. بوی شیر و خامه و پودر سیر و البته الان ما به این هم میتونیم آویشن و پودر سیر اضافه کنیم. البته اگه مثلا فضولی نکنید درشو بذارید خودش دیگه قربونم بهش کار نشه باشم. یه ذره از ویو لذت ببرم تا اینا آماده شه. شما شبا مثل من تا دیر وقت بیدار نمونید. شاید فکر کنید که چرا دارم این حرفو میزنم. به خاطر اینکه من وقت شبا بیدار میمونم میرم تو اکسپلور میچرخم. بعد آدمایی که مثل من شکم‌هن اکسپلورشون چی میاد؟ غذا. الان دیشب داشتم ساعت 2 شب تو اکسپلور میچرخیدم. بعد یهو دیدم که همجور هی غذاها داره میاد و هی پاستا داره میاد. این شد که امروز تصمیم گرفتم که پاستا درست کنم. تو اکسپلور نچرخید شبا، سعی کنید زود بگیرید بخوابید، همه جوره به نفعتونه. حالا این
نظر منه میتونم بچرخید اینجوری بیفتید تو زحمت و تو خرج و آشپزی کنید و اینا داستان. چرا ماکارونی بزرگ نمیشن؟ مگه نباید میجوشه اینا؟ نه واقعا الان 10 دقیقه از ماکارونی ها همون قدیم مونده. تغییر سایز نمیده چرا؟ ببین الان باید تست کنیم ببینیم این ماکارونی ها نیم پس شده یا نه. خب الان همه یه ذره سفته. فکر کنم 5-6 دقیقه باید بمونه. میتونیم هم نمه نمه اینو اضافه کنیم بهش که با هم زیر اینو خاموش کنم. ببینید اینو نمه نمه اضافه کنیم بهش. هم مرغا یه ذره بهتر میپزه. اگر احساس کردید که خود سفت شد میتونید شیر اضافه کنید. دیگه آب اضافه نکنید اینجا، دیگه فقط شیر اضافه کنید. پارچه رو با مرغمون اضافه کردیم همه رو. الان درش رو میبندم. مثلا درش رو یه خود بغلش رو باز داده چون شیر هی سر میره. زیرش رو کم کنید یه خود همینجوری بپزه. کره حتما اضافه کنید بهش، هم برای طعمش هم برای عطرش. بعد الان ببین یه خورده این سفت شده مواد من، یه کوچولو شیر لازم داره خب، چون هنوز پاستای من جا داره که یه خورده نرم‌تر بشه. من یه کوچولو دیگه میرم شیر میارم. کوچولو دیگه شیر می‌ریزم. و جایی که خیلی شلم نشه دیگه، چون تقریبا آماده است. من فقط می‌خوام یه ذره این ماکارونیه از این سفتیه در بیاد. الان فکر کنم خوبه. درشو میذارم یه 2-3 دقیقه همینجوری بمونه. بعد پنیر پیتزا رو بهش اضافه می‌کنم. تو این مرحله من میخوام بهش پنیر، اولا این پنیر ورقه‌ای رو اضافه میکنم. اینا خیلی طعمش خوبه. 2 تا 3 تا همینجوری بذارید خوش آب میشه. بعدم بهش پنیر رنده شده اضافه میکنم. اولا اینو میزنم. حالا همین که یه ذره له شد، پنیرش آب شد، حالا اون یکی پنیر رو میزنم. میزان و مقدار رو میخواستم بگم نشد. مقدار پنیر یه سلیقه خودتون بستگی داره چقدر میخواید پنیر بریزید. ما چون هممون پر پنیر دوست داریم زیاد میریزیم. پنیرش هرچی بیشتر باشه بهتر کش میاد. یخی این حد باز نشد، دستم نخیرد. پنیرش رو نمه نمه اضافه کنید. ببینید یه ذره آب شد. ببینید
حالت کیسانیشو دوست دارید، اگه دوست دارید دیگه اضافه نکنید. اگه نه دوست داشتید بیشتر کش بیاد بیشتر پنیر بریزید. این چیزی ببین بومبی شد. واقعا جای همتون خالی، من میخورم به جای همتون. پنیر من زودتر در می‌آورده از فریزر. حالا فکر کنم این بستشه. درشو میذارید، بعد یه دقیقه اینا میمونه، این پنیر کاملا توش آب میشه و دیگه تمام. پاستای شما حاضره. تا آموزش‌های بعدی خدا نگهدار. سابسکرایب یادتون نره. نظراتتونم برام کامنت کنید و اینکه بگید چه غذایی دوست دارید بهتون یاد بدم. من دست پختم حرف نداره، همه غذاها رو بلدم. همه غذاها رو میتونم بهتون یاد بدم.